آقا خیلی حرکت قشنگی بود که من تنها انتقادی که میتونم به این حرکت بکنم اینه که چرا ادامهش ندادید. حیف بود حرکت به این قشنگی تو کفن و اعلامیه متوقف شدی. یه سری سوال هم میدادی بهش بگفتی اینم سوالای شب اول قبرت حفظ کن. اونم آقای عامل اونجا یه چاله است برو بخواب توش، بچهای ما میان دو طرف فشار میدن که فشار شب اول قبل بتونی حس کنی قشنگ تو موقعیت قرار بگیری. اینجوری مثلا قشنگ‌تر بود. یه تصویرسازی هم می‌کردی. بخواب اونجا بچه‌ها تشنتون شد سر داغ میدن تو گلوتون. این قشنگ بعد می‌دونی براشون تصویرسازی کنی. من به نظرم قشنگ‌تر اصلا دیگه تهش این بود که مجری خم میشد تو گوش آقای عامل تلقین میخوند کامل، یعنی فضا رو براش بازسازی میکرد. بعد آقای عامل که میبینه ناراحت شد اینا اصلا براش مهم نیست، این مجری همون کاری که داره میکنه رو ادامه میده. بیا بگی کفن مفن تو بگیر بابا. بعد بهش میگه آقا ما اصلا اگه تهش اینه ما چرا اینجوریم؟ چه جوری بابا بدبخت داره کشتی گذارش میکنه دیگه. چیکار شما داره اصلا؟ آقای هادی عامل اگه تهش اینه چی میگی شیر مادر و نان پدر حلاله همه جای کشتی میگیره؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ اصلا کار نکرده هادی عامل. چی جوری رفتار میکنید باش؟